ابو داوود رحمه الله به نزد ابو عبدالله کرزی حارسی کوفی داخل شد در حالی که او گریه میکرد. از او پرسید که چرا گریه میکنی؟ فرمود امشب حزبم را از قرآن تلاوت نکردم و گمان میکنم که این به سبب گناهی هست که انجام داده ام. ببینید برادران و خواهران عزیز که بزرگان دین نتیجه گناه و آثار گناه را در قلبهای خود چقدر به خوبی احساس میکردند. ولی صد افسوس که ما امروزها صدها گناه را انجام میدهیم ولی احساس گناه نمی کنیم. پروردگار یکتا در این دهه آخری رمضان دعا میکنم که همه ما را چنین احساسی واقعی را نصیب فرماید که آثار گناه را احساس کنیم. آمین.